سلام دوستان، اینجا کانال پراپ تریدر ها هست و امروز من میخوام یکی از استراتژی هایی که باش معامله میکنم و معاملات خودم رو انجام میدم براتون توضیح بدم. این استراتژی درصد برد خیلی بالایی داره و میتونید ازش به راحتی کسب سود کنید. خب دوستان، روی چارت طلا هستیم. من از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت لاکسالگو استفاده میکنم. البته که شما به صورت دستی هم میتونید این بلاک ها و این نقدینگی ها رو شناسایی کنید. اگر که میبینید همونجور که مشخصه این کندل اومده پشت این نقدینگی هایی که اینجا هست و این سونگی که اینجا هست رو زده، بعد این گلف داشته، این گلفی که شامل گپ های فیر ولیو گپ یا FVG ها هست به این صورت، و این کندل تبدیل شده به یک بلاک با ارزش در تایم فریم 15 دقیقه. اینو تو همه تایم فریم ها میتونید چک کنید و باش معامله انجام بدید. همونجور که میبینید یه ریاکشنی در تایم فریم 15 دقیقه هم داشته. حالا من اینو بلاک رو مشخص میکنم و یک تایم میریم پایین تر، یعنی در تایم 5 دقیقه ای. بذارید که من این ریپلیش رو فعال کنم که راحت تر بشه. در تایم 5 دقیقه‌ای با رسیدن به این بلاک میتونید تو همون تایم 15 دقیقه یا 5 دقیقه وارد معامله بشید و به این صورت که پوزیشنتون رو میذارید ابتدای بلاک و استاپ لاس پشت بلاک، 1-2 هم که کمترین مدل این داستان هست. یا نه نمیخواید اینجوری ریسکش زیاده، استاپ لاسش بزرگه، میخواید با ریسک کمتر و استاپ لاس کوچیکتر معامله کنید. بعد از رسیدن به این بلاک در تایم 5 دقیقه میتونید صبر کنید که یک کندل سبز توسط کندل قرمز اینگالف بشه. بعد از اینگالف این کندل آبیه توسط این کندل قرمزا اینگالف شد. بعد از اینکه اینگالف شد در برگشت بهش میتونید تریدتون رو انجام بدید. البته این از اون مدل هاست که خیلی شدید بود و برنگشت، ولی اینجا رو نگاه کنید، یک کندل سبز توسط این کندل اینگالف برگشته بهش و میتونید تریدتون رو انجام بدید. در همین تایم 15 دقیقه هم به همین صورت میشه معامله رو انجام داد. اگر بخوایم مثال های دیگه بزنیم که واضح تر باشه، همینجا 2 تا کندل رنگ مخالف داریم که حکم نقدینگی رو دارن و اینگالف قوی شده برگشته بهش. اینجایی که اومده این نقدینگی این پشت رو زده، ببینید دوستان، اومده نقدینگی این پشت رو عملا زده، اینجا رو زده. 2 تا کندل رنگ مخالف که حکم یک بلاک رو دارن
اینگالف قوی، برگشت به این بلاکی که اینجا تشکیل شده در لحظه و حرکت. شما میتونید در برگشت به این بلاک با استاپ بالای این سوینگی که اینجا تشکیل داده یا استاپ بالای خود بلاک ها فرق نمیکنه دیگه، هر کدوم که راحت تره، ولی این سیف تره. یک معامله 1/2 قشنگ، این حتی تا 1/3 هم داده ولی بیشتر هم داده، میدونید، ولی توی اون حرکت اول که این اصلاحشه تا 1/3 به شما داده. خیلی راحت، خیلی شیک، تا 1/3 داده. این از استراتژی امروز. یه چند تا مثال دیگه هم با هم ببینیم. ببینید اینجا یک بلاکی بوده که برخورد بهش واکنش داشتیم. این بلاک اینجاست، در برخورد با لبش واکنشی داشتیم. مثلا که من اینجا روی حالت ریپلی بذارم. با اینگالف کردن این کندلی که آخرین کندل صعودی ما بوده و رسیده به این بلاک و ریاکشن رو شما دارید میبینید. وقتی که اینگالف شد منتظر میمونید تا برگرده به همین کندل و میتونید که به این صورت کار رو ببرید جلو. البته که اگر حرکت شدید نباشه، اگر حرکت خیلی شدید بود و یک بلاک آف استراکچری برای شما ایجاد کرد، این کندل که بریک آف استراکچر رو ایجاد کرده برای شما حکم همین نقدینگی رو داره و برگشت بهش میتونه واکنش خیلی قوی رو براتون داشته باشه و قیمت از این دیگه فراتر نمیره. و معامله 1/2 شما رو میده و حداقل معامله 1/2 تون رو خواهد داد. ببینید راحت. اگر که بخوام مثال های دیگه بدون اینکه در نظر بگیریم آیا اینجا به یه چیز خاصی رسیده یا نرسیده براتون بزنم، این کندل اینگالف شده توسط این، برگشت بهش حرکت. این کندلی که اینا تو دل این کندل، این کندل که حکم بلاک رو داره به این صورت، اینگالف، برگشت، حرکت و دوباره هم نگاه کنید، اینگالف، برگشت بهش حرکت. این به عنوان یک بلاک اینگالف، برگشت بهش حرکت.
از این نمونه ها بچه ها خیلی زیاده ببینید انگار بازگشت حرکت. و اگر بخوام توی تایم فریم های دیگه هم چنین مثال هایی رو براتون بزنم، ببینید این بوده انگالف کرده برگشته بهش حرکت، این بوده انگالف شده برگشته بهش حرکت، این بوده انگالف شده برگشته بهش حرکتی رو مشاهده میکنید. البته که باید ببینید چه اتفاقی داره میفته، این به کجا خورده. اینا من همینجوری به عنوان مثال دارم براتون پیدا میکنم. به نقطه‌ای که خورده خیلی مهمه. ببینید انگال برگشت بهش حرکت رو انجام داده. اینکه اینجا انگال برگشت حرکت. البته که مدل های مختلف هست. انگال برگشت حرکت، از این ور هم همینجور انگال برگشت حرکت. اینجا انگال برگشت حرکت. از این مثال ها توی هر تایم فریمی که شما میخواین میتونید پیدا کنید و باید ببینید که نقدینگی شما از به کجا برخورد کرده قیمت و چه نوع نقدینگی رو شما مد نظرتون هست. آیا اون نقدینگی قوی بوده یا نه که بتونید یک معامله جذاب رو باهاش داشته باشید. ببینید بلاک اینجا حتی خود این اندیکاتور هم برامون مشخصش کرده. بلاک در تایم 1 ساعته انگولف برگشته بهش یک حرکت خیلی خیلی قوی. و یا این حرکت تو تایم 1 ساعته اگر که برید تو تایم های پایین تر میتونه یک معامله 1-2 خوبی رو بهتون بدم. گرچه که اگر که با لب این وارد میشدیم به این صورت تا اینجا که اومده 1-1 رو بهتون داده به معامله 1-1. اگر که با 50% ورود میکردین یه معامله 1-2 رو براتون داشته. پس بهینه سازی هم بهتون کمک میکنه تو این مورد که بتونید یه معامله خوبی رو داشته باشید، اما ممکنه گاهن به 50% بلاک نرسه و حرکتش رو آغاز کنه. پس با لبه بلاک این معامله رو انجام بدید خیلی بهتره. امیدوارم که این آموزش مفید بوده باشه براتون و بتونید معاملات خوبی رو با این آموزش داشته باشید. تا آموزش های بعدی خدایا رو نگهدارتون.